با سلام دوستان عزیز، حالتون خوبه؟ امیدوارم که خوب و خوش باشید. خانمای عزیز، امروز صورت مکزیکی داریم. اول کره ریختم، الانم قارچو اضافه کردم عزیزان. یه ذره آب لیمون میریزیم که قارچمون سیاه نشه. یه خورده تفتش میدیم، نباید زیاد مثلا آب بندازه، به خاطر اون آب لیمو که میخوایم سیاه نشه یه ذره بخوای نخواین آبم میندازه. ذرت اضافه میکنیم عزیزان. ذرت مکزیکیش خیلی خوشمزه است. امیدوارم درست کنید، نوش جان کنید. نمک اضافه میکنم، فلفل اضافه میکنم عزیزان. فلفل قرمزم خیلی خوبه، خوشمزهش میکنه. پودر سیر. بچه ها اگه دوست داشتین آبیشن هم میتونید اضافه کنید. اینجا سس مایونز رو اضافه میکنم عزیزان. من 3 قاشق میریزم. سس مایونز خیلی خوشمزهش میکنه، به خاطر همین یه ذره کره کم ریختم، به خاطر که سس مایونز زیاده. یه لایک هم کنید، من خوشحال کنید. زنگوله هم صدا در بیارید عزیزان. غذای خوشمزه براتون درست میکنم، ما رو دنبال کنید. اینجا هم پنیر پیتزا رو عزیزان اضافه میکنیم. امیدوارم درست کنید، خیلی خوشمزه است. یه بارم این مدلی درست کنین عزیزان. اینجوری باید کش بیاد. امیدوارم درست کنید، لذت ببرید. پنیر پیتزاش هر جوری باشه مهم نیستش. من 2 نوع ریختم. نوش جان. انشالله که درست کنید، لذتشو ببرید. مرسی.